سلام علیکم بیننده‌های عزیز. نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی اخبار مستقیما از تلویزیون تاجیکستان منظور شما می‌نماییم با خبر و گزارش‌های تازه. امروز که پنجشنبه سریعت کرونا ویروس اهل بشر را در جهان نگران نموده است، بار اساسی مسئولیت و نجات نفران گرفتار بیماری کووید 19 به دوش طبیبان و همه کارمندان ساحه طب است. نتیجه فعالیت وزنین و جانیساری‌های طبیبان این است که امروز از 4 بیمارخانه کلانترین شهر دوشنبه بیماران از سریعت کرونا ویروس شفا یافته به خانه‌های خود جواب داده شدند. همکاران ما موضوع را ادامه می‌دهند. خصوصی‌آور است که امروز از مؤسسه‌های تندرستی مملکت، مرکز طبی شهری رقم 1، مجمع تندرستی استقلال، پژوهشگاه گاستروانترولوژیا و مرکز ملی طبی شفابخش یکچند نفر بیمارانی که گرفتار سریعت کرونا ویروس کووید 19 گردیده بودند و از 10 روز زیادتر زیر نظارت طبیبان قرار داشتند، از بیمارخانه‌ها در حالت خوب جواب داده شدند. این لحظه‌های خوب حیات را نزدیکان و پیوندان بیماران چند مدت است که انتظار بودند. در این لحظه‌های مهم بیماران شفا یافته به احساسات داده شدند و شادی آنها را حد و کنار نبود. کسلا هم روزی خوراکا هم خوب برای مورا نگاه کردنشون هزار رحمت. خیلی دکترها در صف ما بزرگتر باشن. خیلی وزن بود. برکت یوان همی دکترایی که امروز ما دستگیری کردن، عزیزان فرزندانشون دور 10 روز 12 روز در بر ما راست ایستاده با ما بودن. راستش هر یک لحظه که می اومدن می خندیدن یا که یگون گپی وای میگفتن، ما درون بدرون زنده میشدیم. و امروز خدا را شکر میکنم که با یک بار دیگر بیرون بود هوای تازه را دیدم. طبیبان این شب و روزها در صف پیش مبارزه با این وبای عصر کرونا ویروس قرار دارند و طبیعی است که در چنین حالتهای وزنین محض آنها بین حیات و ممات جان تلاشی ها کرده ایستادند. فعالیت جانسارانه هزاران نفر دکتران، همشیره‌های شفقت و در عموم کارمندان ساحه طب است که امروز بعضی از بیماران به خانه‌های خود نزد پیوندان با سالمی کامل برمیگردند. امروز که کرونا ویروس تمام افضای جهان را دیگر کرده، بیماری‌های واگیر خطرزا به جان انسانیت تهدید می‌نماید، محض طبیبان صادق جان خود را زیر خطر گذاشته پی تدبیرهای تبابت‌رسانی و تزریق دارو و دوا هستند. یک هفته پیشتر یک پتوکی که در همین بیمارخانه بستری بودند زیاده از 100 نفر بیمار جواب داده شد به خانه‌شون. الکی روز سوم است که پتوکی دوم بیماران در همینجا بستری هستند. آن بیمارانی که در شرایط خانه خود معالجه کردند، خود سرانه به نظارت طبیب گرفتند، همون بیماران در حالت وزنین قرار دارند. همون با مراجعت کردن عین حال در بیمارخانه بستری هستند. البته چقدر پژوهشگاه شرایط دارد، از روی شرایط ها، از روی استانداردهایی که به ما پیشنهاد کردگان، تمام دکتران در خدمت همون بیماران هستند شبانه روزی. من فقط یک چیز خواهش میکردم از عیادت کنندگان، از خویشاوندان بیماران، یک چیز خواهش میکردم که حرکت کنند، بسیارتر مانند همین دکترها کار خودشون را اجرا کنند، به ما خلل نرسونند، مانند که ما کار خودمون را کنیم. در همین حالت من فکر میکنم که این البته از بین می رود. همین گونه بیماران شفا یافته از مجمع تندرستی استقلال، مرکز طبی شهری رقم 1 با حالت خوب سلامتی به خانه های خود جواب داده شدند. 9 روز باز در بیمارخانه خواب هستم. خیلی حالم بهتر شده است و از سرور دولت سر کرده تو عادی‌ترین کارمندی که در این شب و روزها خدمت می‌رسانند سپاسگزاری خش را بیان می‌نمایم. با کل مردم شریف تاجیکستان و تمام دنیا مراجعت می‌نمایم که از این مشکلی ها نهرسند، پشت سر بشود، راه افتاده نباشند. من 6 روز در زیر نظارت بودم، مدت 6 روز خدمت رسانی خوب، مناسبت دیانتولوژی نقص و امروز من به خانه میرم. من طول 8 روز شد که در این بیمارخانه تواضع گرفته هستم و شاهد آن هستم که این دکتران، همه دکتران 24 ساعت در خدمت هستند و من شاهد آن هستم که 3-4 ساعت خوابند و 20 ساعت فقط در خدمت ما هستند. طبیبان، همشیره‌های شفقت و همه کارمندان ساحه طب که بناهن طی چند روز با بیماران در علاقه بودند و پی نجات آنها کوششی زیاد کردند، با مهر و محبت و صمیمیت خاصه بیماران زیر نظارت و طبابت بوده‌شان را گسیل نمودند و بار دیگر ثابت کردند که طبیبی از مهمترین و با نفوذترین کسب مقام اجتماعی داشته است. زوفر رحیم‌زاده، مهروز جمعه، عبیدالله سیولی، اخبار.
امروز همچنین از مؤسسه‌های طبی شهر خوروغ نیز شماری از طبابت یافتگان به خانه‌هایشان رخصت داده شدند. واقعا هم امروز طبیبان با تلاش‌های پیگیرانه در درمانگاه‌ها با طور شبانه روزی فعالیت نموده برای سری وقت رسانیدن کمک طبی به بیماران و هر چیز زودتر شفا یافتن آنها کوشش به خرج می‌دهند. همکاران ما موضوع را ادامه می‌دهند. مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت مختار کوهستان بدخشان در همکاری با ریاست تندرستی ولایت فعالیت را پرزور نموده چاره‌های تأخیرناپذیر را در این سمت اندیشیده عملی نموده ایستادند. در این راستا امروز 9 نفر شفا یافته از بیمارخانه ولایتی به خانه‌هایشان رخصت کرده شدند که طبق اطلاع مسئولین تا به امروز 42 نفر معالجه یافتند و به نزد خویش و پیوندانشان جواب داده شدند. به خاطر پیشگیری از بیماری و دست مدد رساندن به بیماران و نیازمندان محله‌های شهر خوروغ اقدام شایسته را پیش گرفته روز بیماران را با غذای گرم و کمک یک وقته تامین می‌نمایند. نوابسته از آن که در جمهوری تاجیکستان و من جمله در ولایت مختار کوهستان بدخشان این بیماری به قید گرفته شده است، لیکن خلال سفیدان کسلخانه ولایتی بهر پیشگیری آن از تمام امکانات‌ها کار گرفته مریضان را سری وقت از بیماری نجات می‌بخشند. خوشبختانه در این روند تا هنوز حالت فوت به قید گرفته نشده است. بیمارخانه ولایتی طی سال‌های صاحب استقلالی با دستگاه و تجهیزات معاصر طبی تامین بوده. طبیبان سبکدست و صاحب تجربه در خدمت ساکنان مرکزی ولایت شهر خوروغ قرار دارند. از 4 ماه تا امروز ما زیاده از 42 نفرش طبابت و شفا یافتن جواب دادیم. وضع امروزه بیمارخانه ولایتی معتدل است و حکومت جمهوری تاجیکستان به مقصد بهتر نمودن وضع امروزه بیمارخانه ولایتی هم از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان هم از طرف مقامات حکومت دولتی ولایت مختار کوهستان بدخشان هم از طرف شریکان رشد و هم از طرف دیگر سخاوتمندان به بیمارخانه ولایتی بسیار اردم کلان رسیده ایستادند. مریضانی که امروز از بیمارخانه جواب داده شدند در نوبت خود اظهار منتداری خود را به پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان و ساکنان سخاوت پیشه ولایت مختار کوهستان بدخشان عرضه می‌نمایند که در این روزهای سخت و سنگینی به سر مردم آمده آنها را دستگیری نمودند و طبابت رایگان رسانیدند. این عمل نیک طبیبان که بر ضد این بیماری به طور شبانه روزی در مؤسسه‌های ساحه تندرستی کشور کار میبرند باعث افتخار بزرگ میباشد. طی 9 روز است که در بیمارخانه ولایتی از بیماری شدید التهاب شش از طرف دکتران بیمارخانه طبابت یافتم. من صدقاً با کمال احترام و تمام کارمندان این بیمارخانه که امروز شب را شب نگفته روز روز نگفته در خدمت مردم قهرمانانه خدمت کرده ایستادند، تشکر بی‌پایان خود را از نام اون مریضانی که امروز طبابت یافتند و اون مریضانی که امروز در بیمارستان شفا یافته ایستادند، من تشکر بی‌پایان خود را با این کل طبیبان بدخشان و تاجیکستان میرسانم. ساکنان ولایت مختار کوهستان بدخشان باید در این روزهای وزنین به تهلکه نیفتاده پیوسته از توصیه طبیبان و متخصصان ساحه تندرستی کار گرفته به ضروریت از خانه‌هایشان به بیرون نبرایند و مشکلات طبیبان را بازم افزون نسازند. با حالت 9 می سال 2020 در مؤسسه‌های طبابتی مملکت 4738 نفر زیر نظارت طبیبان قرار داشته 612 نفر با تشخیص سریعت کرونا ویروس آشکار گردیدند. 20 حالت فوت شهروندان از این بیماری به قید گرفته شده است. در یک شبانه روزی اخیر 552 نفر پس از گذرانیدن تشخیص و معاینه در حالت قناعت بخش از مؤسسه‌های طبابتی به خانه جواب داده شدند. وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان از ساکنان مملکت احترامانه خواهش می‌نماید که با مقصد پیشگیری از پنه‌شوی بیماری کرونا ویروس نو کووید 19 قاعده‌های گیگین شخصی را قطعاً رعایت نمایند. و در اساس دستور سپارش‌های رهبریت شهر دوشنبه با مقصد پیشگیری بیماری‌های سیریاتی و تامین سالمی جامعه در پایتخت تدبیرهای ضروری عملی کرده می‌شود. به ضررگردانی جایهای جمع‌شوی آدمان، مکتب و مؤسسه، کوچه و خیابان با شمول ایستگاه‌های نقلیاتی و منطقه‌های اهالی‌نشین از جمله همین گونه تدبیرهایی است که پیوسته در پایتخت مملکت عملی می‌گردد. گزارش خبرنگاران ما.
هر کوچه و پس کوچه رو و درآمد بیناهای استقامتی با دقت از نظر گذرانیده می شود و تا 2 مراتبه هم با معلول مخصوص به ضرر گردانیده می شود. به خاطر نیست کردن انگیزنده های بیماری دقت اولین درجه به صفت کار داده می شود. گروهی که برای انجام تدبیر مذکور سفر برگردیدند الکی بیشتر از 1 ماه است که تجربه خوب دارند و میدونند که منطقه‌های اهالی نشین و سرودم باید همگانی برخورد کرده شوند. به همین شکل در سراسر پایتخت کشور شهر دوشنبه دزینفکسیای کوچه و محله، خیابان و گلگشت و سن بیناهای استقامتی و داخلی بلند آشیانه‌ها گذرانیده می شود. رفتی کارها زیر نظارت به واسطه رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی قرار داشته در دایره دستور شهرداری همروزه چنین چهاربینی‌های بهداشتی پرزور کرده می شود. مثلا دیروز در 20 محله، 53 کوچه، 329 بینای بلند آشیانه استقامتی، 226 خانه زمینی، 23 کارخانه و مؤسسه و به همین گونه مرکزهای سودا و سلامتی و میدانچه‌های ورزشی کارها سامان یافتند و امروز باشد برای بیشتر کردن نشانداد مذکور و فراختر نمودن دامن کارهای دزینفکسیونی چهاره‌ها جانا کرده شدند. علل خصوص شماره بیشتر تکنیکای مخصوصی معلول پوشانده برای بضررگردانی کوچه‌های نسبتاً کلان گرد و اطراف بیناهای استقامتی و راه‌های ماشینگرد افزایش داده شد. برای انجام این کار نقلیات ساحوی خدمات دولتی آتش نشانی شهر دوشنبه دسته تعیینات مخصوصی وزارت کارهای داخلی مملکت و شرکت‌های بضررگردانی جلب گردیدند. در این برابر همچنین شرکت فوز باشد در حدود نویه اسماعیل سامانی در کوچه زرگر، محله‌های فردوسی، عمر خیام، گرد و نوایی، باغ ایرم کارهای بضررگردانی را سامان دادند. با استفاده از محلول خلوردار که قابلیت نیست کردن انگیزنده بیماری سرایتی را دارد، حدود محله‌های پایتخت به ضرر گردانیده شدند. نقلیات گوناگون حجم که امکانیت وسیع انجام چنین کارها را دارند، سفربر گردیده موضع‌هایی که امکانیت رفت و آمد نقلیات را ندارند، در آنجا کارهای به ضرر گردانی با قوه هیئت شخصی سامان داده شد. با استفاده از تجهیزات کاری حدود بیناهای استقامتی نیز با محلول کار گردیده درآمدگاه‌ها، میدانچه‌های ورزشی، صحبتکده‌ها پر به ضرر گردانیده شدند. باید تذکر داد که یکی از راه‌های مؤثر پیشگیری خروج بیماری‌های سرایتی سامان دادن چنین تدبیرهای بضررگردانی بوده از جانب مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی شهر دوشنبه. همگی این چهاربینی‌ها به خاطر حفظ سالمی اهالی راه ندادن به پنه‌شوی بیماری‌های سرایتی، خصوصا بیماری سرایتی کووید 19 که باعث تشویش جامعه جهانی گشته است پیاده گردیده است. متخصصان میگویند که در حالی که حفظ سالمی با مسئله رقم 1 سیاره تبدیل یافته است، گذراندن چنین عملیات‌های دامنه‌دار بضررگردانی از جانب شهرداری میتواند در کاهش بیماری‌های سرایتی نقش اساسی را بازیده سالمی جامعه را حفظ نماید.